می دارید، همین خود می تواند سند شود. اما در باب بوسه کردن پدر و مادر، آره در این بابت هم مثلا جایز است، زیرا حتی یک روایت صاحب رد المختار نقل می کند، ولی متاسفانه منبع این روایت که از کجا گرفته است اخذ نکرده است می آرد از زبان رسول اکرم که من قبل رجل والدیه فکأنما قبل عتبة الکعبه، هر کی بوسه بر پای پدر و مادر میزند گویا بوسه بر آستانه خانه کعبه زده است. و همین روایت گرفته، بنابراین فقها اجازت میتن حتی بوسه را تقسیم میکنن به 5 قسمت. یکی از بوسه هایی که او را اسمش قبله رحمت میگویند، بوسه رحمت میگویند، بوسه کردن فرزند پدر و مادرش راست. خواه از پیشانه بوسه میکند، خواه از دست اونها بوسه میکند. خوب. مسئله دیگر، بوسه کردن دست عالم، آیا از نظر اسلام جایز است یا ناجایز؟ آیا این مسئله هم اصل شرعی دارد یا ندارد؟ من الان گفتم که این هم اصل شرعی دارد. اصل شرعی برای این مسئله چیست؟ الان من از گفته های امام نووی که امام علم حدیث است، سلفی و خلفی در برابر او تسلیم هستند و شارح صحیح مسلم هستند، میگوید تقبیل ید الرجل لزهده و صلاحه او علمه او شرفه من الامور الدینیه، بوسه کردن دست مرد به خاطر زهد و تقوا و صلاحش یا به خاطر علم و فضیلتش از جمله امور دینی است، یعنی کارهای دینی است. لا یکره بل یستحب، کراهیت ندارد بلکه عمل مستحب است. فإن كان لغناه او شوکته او جاهه فمکروه شدید الکراهه. اما رفته اگر شخصی به خاطر منصبش، به خاطر پول و مالش که به جز منصب و مال و ثروت دیگر فضیلت ذاتی ندارد، بوسه کردن دست او میگوید کراهت است و کراهتش هم شدید است. خب ثانی حضرت دلیل از چی میارد برای بوسه کردن دست علما یا دست صلحا؟ دلیل میارد از فعل اصحاب رسول اکرم که با پیغمبر خدا داشتن. صحابه های رسول اکرم گاه دستای پیغمبر خدا را و حتی پاش بوسه میکردن. در اون حدیثی که حضرت وقتی معجزه نشان دادن به یک نفر از اعرابی که از پیغمبر خدا طلب معجزه کرد که در باب اعجاز در حدیثان روایت شده است، حضرت درخت گفتن، درخت به سخن آمد، شهادت داد بر رسالت پیغمبر خدا. اون اعرابی وقتی اون معجزه رو دید آمد پاهای پیغمبر خدا رو بوسه کرد. یا اینکه ابو لبابه و کعب بن مالک، این دو نفر وقتی که در یکی از غزوه ها تخلف کردن و گویا اینکه گناهگار شدن و چند مدت پیغمبر خدا صحابه ها را امر کردند که قطع رابطه از اونها نماید، هنگامی که آیت قبول توبه اینها نازل شد از جانب پروردگار، آیه نازل شد که توبه اینها پذیرفته شد، گناهشان بخشیده شد، از خوشحالی آمدن نگد دست پیغمبر خدا را بوسه کردن. قبل ابو لبابه و کعب بن مالک ید النبی صلی الله علیه و سلم حین تاب الله علیهما. باز از فعل اصحاب پیغمبر نسبت خود، ابو عبیده ابن جراح هنگامی که حضرت عمر سفر شام کردن برای احوال رعیت دیدن، استقبال حضرت عمر به دست حضرت عمر بوسه کردن. ابو عبیده ابن جراح امین امت. همچنین قبل زید بن ثابت ید ابن عباس حین اخذ برکابه. حالا بعضی طایفه از جوانها برآمده است که قریب که احترام و حرمت بین همدیگری را از هم برده ایستاده‌اند. ببینید حضرت زید بن ثابت وقتی خواستن در مرکب سوار شوند، از سوار شوند، حدیث صحیح است، عبدالله ابن عباس
آمدن او رو بر کمک کردن، از رکابش گرفتن، این از زین حضرت پاشان موندن، بالای مرکب سوار شدن. اون هنگام زید بن ثابت نگه دست عبدالله بن عباس بوسه کردن، با این که از خدمت ایشان کردن، اونها بوسه دست حضرت عبدالله بن عباس کردن. خوب من همینها دلیل است برای اباحت بوسه کردن دست علما به خاطر فضیلتشان. اما در حالت مصافحه بوسه کردن دست غیر این اشخاصی که ذکر شد آیا جایز است یا جایز نیست، این لیکن بعضی ها مکروه میگویند. غیر مثلا انسانی که فاضل است، صاحب فضیلت است، این عالم است و مثلا صالح است، بوسه کردنش مکروه گفتیم، چنانکه که من به خاطر جاه و منصب. اما سلطانم، پادشاهم اگر عادل باشد، پادشاه البته عادل که طبق مثلا اسلام عمل نماید، این نوع پادشاه هم بوسه کردنش هم فقها اجازت دادیم. و بوسه کردن دست خود در حالت مصافحه، بعضی آدم دست میریزانه دست خودش بوسه میکنه، ولی این مکروه هست گفته بدیم. اما بوسه کردن رخساره همدیگر، چون که این عادت در زنها هست، یا از دهان همدیگر بوسه میکنن، اینش مکروه هست. بوسه که دهان به دهان میکنن، بوسه که از رخساره میکنن مکروه هست. خوب، در باب بوسه کردن پدر فرزند خدا، آیا پدر یا مادر میتوند فرزند بالغ خود، این سوالم حالا در همین بین مطرح شدگی هست، آیا در این باره هم جایز است. پدر میتواند فرزند خود، چه خواه پسر از خواه دختر، خواه بالغ از خواه نابالغ، پدر و مادر میتواند بوسه کند که بوسه شفقت میگن. و دلیلش هم همون بوسه است که رسول اکرم حضرت فاطمه رو میکردن. هرگاهی که فاطمه از در میدرآمد، حضرت از جاشون بلند میشدن، میخیستن، از پیشانش بوسه میکردن. در حدیث های صحیح آمدگی است. بنابراین این عمل هم جایز است. خوب، مسئله سیوم قیام خیستن